به نام یزدان بخشنده و مهربان، سلام به شما هموطن عزیزم، عاشقان فوتبال در سرزمینم ایران. وقتتون به خیر باشه. 25مین بازی این فصل بارسا در لالیگا رو در ضیافت والنسیا خواهیم دید با گزارش اختصاصی من از متفاوت‌ترین رسانه در پوشش فوتبال در ایران، آپارات اسپورت. انتقال بازی مدام تغییر کرد به جریان‌های گوناگون و حالا فرصت برای اوبامیانگ. گل اول رو میزنه پیر امریک اوبامیانگ، امضاشو زد بالاخره و اتمسفر بازی رو عوض کرد، وزن هیجان این بازی رو بالا برد، همه رو به شوق آورد، منهای هواداره والنسیا رو.